ولی ما اگر که بچه اشتراک رو در نظر بگیریم، هیچ نزاعی ما با اهل سنت نمیتونیم داشته باشیم. چرا؟ برای اینکه اون چی که خداوند مایه رستگاری کرده که تو این کار بکنی رستگار میشی، اونم انقدر صریح و روشن فرموده. حدیث هست که پیغمبر فرمودن اگر خداوند فقط همین آیه آخر سوره کهف رو بر من نازل کرده بود برای هدایت امت کافی بود. و اون آیه اینه که من کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. هر کس که امید بسته شوق داره که پروردگارش رو ملاقات بکنه، پس اون اصل اول داره، ایمان پروردگار. اینی که ملاقات بکنه اینم ادامه حیات رو هم اعتقاد داره، برای اینکه ما در اینجا که ملاقات نمی کنه. من کان یرجو لقاء ربه، هر کسی که امید به دیدار پروردگار بسته، این چی کار بکنه؟ من فکر میکنم اگر یک چنین پیشنهادی رو به یه آدمی بکنن، مثلا بگن هر کس میخواد مولتی میلیاردر بشه، خب 1000 تا کار جلو پاش میدارن، میگن آقا کسی که میخواد صاحب ثروتمندترین آدم دنیا بشه چون دیدار پروردگار، چیزی بالاتر از اون نیست دیگه. آدم خب انتظار داره بگن خب حالا 1 2 3 4 100 تا مشکل میذارن سر راهتون، در صورتی هیچ مشکلی نگذاشته. خداوند گفته که هر کس که امید به دیدار پروردگار داره چیکار بکنه؟ فلیعمل عملا صالحا، بره کار خوب بکنه. کار خوب هم چیز بدی نیست، که سختیه که آدم راست بگه، درست باشه، شرافت داشته باشه، انسانیت داشته باشه. کار سختی گذاشتن، وحده لا شریک له. این درس به این روشنیه که خداوند در یه آیه بیان فرموده. پیغمبرم اختیار شما راحت کرده که همین یه دونه آیه اگر چیز دیگه نیامده بود، همین برای هدایت شما کافی. ممکنه بگن آقا عمل صالح، آخه حالا درست عمل صالح چیه؟ عمل صالح هم نیست که همتون بلدین، چرا آدم خودش گول بزنه؟ عمل صالح اون نیست که شما انتظار داری من بکنم. منم انتظار دارم دیگران انجام بدن. این عمل صالح. شما نگاه کنید در دنیا هر کسی که کار خوب میکنه مردم میفهمن، میگن آقا اینجا دانشگاه درست کرده، اینجا اومده یک معبدی درست کرده، اینجا یک یتیمخانه‌ای درست کرده، نمیدونم به بیماران کمک میکنه، بیمارستانی تأسیس کرده. آدم راست و درستیه، از راه نادرست روزی کسب نمیکنه، تقلب در کارش نمیکنه. اینا رو همه رو میدونن، هیچ کس نیست که بگه آقا من ببخشید من نمیدونم. این برحق بزنیم که کتاب عمل صالح. عمل صالح چیه؟ عمل صالح همون نیست که همه بلدن، نه تنها توی شیعیان و مسلمان ها و سنی و اینا، بلکه تو تمام دنیا. کمترین خطایی یه نفر میکنه در اون برای دنیا میگن آقا ایشون اینجا ظلم کرده، با این دختر دروغ گفته، این قرار گذاشته ولی عمل نکرده، اینجا اختلاس کرده، از این مال دست چیز کرده. یه آدمی که با سوادتر از خودش بوده اینو لگد زده، گفته برو کنار. اینا رو همه میفهمن که اینا کار خوبی نیست. آدمای خوبم همه میفهمن. بنابراین من فکر کنم گاهی گفتن که راه پرگل و ریحان جهنم و راه پرخس و خار بهشت. شکسپیر گفته که در شمار آن کشیشان مباش که راه سراشیب تند و پر از خس و خار بهشت رو به من نشون بدی و خودت در راه پرگل و ریحان جهنم بدون هیچ پروایی قدم برداری، جز این کشیشان نباش. این چرا اینو گفتن؟ به خاطر اینکه مردم چون نفس امارهشون دعوت میکنه اونها رو
به هواهای نفسانی، به تجاوز حقوق دیگران، به ظلم، به غرور، به تکبر، به جاه طلبی، به قدرت طلبی. به همین جهت راه بهشت به نظرش میاد که سربالا و سراشیب، ببخشید سربالا و پر از خس و خار، باید از سختی ها بگذره. ولی اگر آدم نفسش سلامت باشه، راه پرگل و ریحان بهشت اتفاقا. یعنی شما اگه بخوای بری تو بهشت چیکار باید بکنی؟ باید کاری که آدم دوست داره بکنه، راست بگه. کار بدی باید بکنی شما، چه کار سختی باید بکنی؟ اون که میگن المر و الحق و مرون، حق تلخه. به کام کی تلخه؟ حق همون الله دیگه. ذالک بأن الله هو الحق. الله همون حقه. چرا تلخه؟ برای اینکه به کام اون آدم خودخواه جاه طلب که میگن آقا از این تخت بیا پایین، تو شایسته این مقام نیستی، به کام اون تلخ میاد. وگرنه حق خیلی هم شیرینه. اصلا ابن سینا گفته که هر قوه‌ای یک لذتی داره. قوه ذائقه وقتی به شیرینی ها میرسه خوشش میاد. بدنش نیاز داره، بدن ما از شیرینی خوشش میاد. ترشی رو یه خود کمتر خوشش میاد. شوری رو یه خود باز کمتر خوشش میاد. تلخی رو مثلا خوشش نمیاد. طبع آدمیزاد خداوند 4 تا ملک گذاشته اونجا که اینا رو به ترتیب، این خوبه، این خوب نیست، این کمتر، بیشتر، اینا. و قوه ذائقه لذت میبره. بیشترین لذت رو از قند و شکر و شیرینی و تو تمام زبونهای دنیا میگن how sweet of you to come. چقدر خوب کردی اومدی. sweet این شیرین دیگه، اونم شیرین میگن. چقدر شیرین حرف میزنه، چقدر شیرین کاری میکنه، چقدر شیرین رفتاره. شیرینی پس چیز خوبیه اگر آدم سالم باشه. اما اگر شما دچار صفرا شده باشی و این همه صفرای تو بر روی زرد، سرکه بر ابروی تو کاری نکرد. نظامی میگه که خداوند گاهی ما رو مبتلا میکنه به یه سختی هایی که بلکه از این صفرا دست برداریم، چون ضد صفرا سرکه است. سرکه اگه شما صفراتون زیاد شد سرکه بخورین، یعنی همین تلخی ها و ترشی ها و سختی ها و محرومیت ها اینا یه خود حالتون جا میاد، خود از اون حرصتون کم میشه. ولی نظامی میگه که این همه صفرای تو وقت روت هم زرد میشه. آدم های زرد رو هستن، آدم سرخ رو نیست، آدم خوب سرخ روه. جلوش و ظهورش یه ظهورش گرم و با حرارت و قرمزه، گلگونه است. اما آدم صفراوی که حرص دنیا داره قیافش زرده. غیر از این که زردی هم میگیره ولی صفراویه. این همه صفرای تو بر روی زرد، سرکه بر ابروی تو کاری نکرد. بنابراین خداوند به نظر من به ساده ترین بیان، روشنترین بیان گفته که این شاهراه پروردگار ما اینه. نمیتونی بگی من تابلوشو ندیدم، من نفهمیدم که تکبر چیز خوبی نیست. چرا فهمیدی؟ عکسشو کشیدم تو قیافه این، تو قیافه اون، اینجا بهت نشون دادم، حرص رو هم فهمیدی، اون یکی رو فهمیدی. بنابراین نمیتونی، عذری نداری که بیاری با این تابلوی بزرگ زده اونجا